کشورهای دنیا سازماندهی اراذل اوباش، سازماندهی میکنن، حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه اشراف، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینه‌های برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. یه گروه‌های سازمانی یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن، آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه‌های برخورد خشن با متن مردم که حقوق خودشون رو مطالبه میکنن فراهم بکنن. در انتخابات 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمان یافته این باند امنیتی ما مواجهیم. من شخصا عملکرد اونها رو رصد میکردم تا اونجا که امکان